به نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. تازه ترین تحولات تاجیکستان و بیرون از آن رو همکاران ما از پراگ و دوشنبه پیشنهادی شما میکنند. نخست توجه کنید به سرخط خبرهای امروز 21 دکبر. زادگان و شهروندان تاجیکستان را از چه راه به جنگ روسیه بردند؟ سرنوشت‌های تلخ و شکسته و والدان ماتم زده. وقتی که گروم بیام میگن صد کمیکات زیر میزنن. همون تانک در نگرفته اینا تانک حواله میدن دو کسا. کارخانه یک زمان معروف تاجیکستان که به ساختمان یک شهر اساس گذاشت حال زوری دارد. کارگرانش کجا شدند؟ زباد فابریکه ها کار میکرد. اکنون همیش کار نمیکند. چخیل که نیست. اکنون همیش تکی میکل کرد. بچه ها برای وی همیش مهاجرنده. و در قرقیزستان در بین زنان یک بیزنس نو رایج می شود. تولد با فرمایش و دریوزی پول برای مشتاقان دیدار فرزند. میدونم که این طفل من نیست ولی مسئولیت حس میکنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم. سرنوشت های شکسته، همسران گریان و کودکان یتیم مانده و والدان ماتم زده. سال 2023 برای دهها عائله مهاجران تاجیک فاجعه بار بود. برخی نزدیکان خود را در جنگ روسیه با اوکراین از دست دادند و برخی دیگر هم چشم به راه و در آرزوی از جنگ زنده برگشتن عزیزان خود هستند. مهاجران و تاجیکان مقیم روسیه را امسال هم با وعده‌های زیاد به جنگ بردند. گزارشی که حالا می‌بینیم از یک صحنه دلریش کننده گسیل پدر به جنگ شروع می شود. نرو پدر، التباس نرو. التجای دختری 4 ساله بختاور آریپوف افسری تاجیکی ارتش روسیه از پدرش که به جنگ اوکراین نرود. جنگی که روسیه را برای آن سخت محکوم میکنند. بختاور 30 ساله 1 سال در اوکراین بود و پس از رخصتی کوتاه در ماه نوامبر دوباره به میدان جنگ رفت. من نمیروم، به سخالین میروم و برمیگردم. اما دیگر به نزد 2 فرزندش برنگشت و روز 13 دکبر جسدش را در زادگاهش شهر استراوشن دفن کردند. بختاور را چند سال پیش تاجیکستان برای تحصیل به آموزشگاه حربی ریازن فرستاد و باید طبق قرارداد به وطن برمیگشت. ولی او در روسیه ماند و در جنگ کشته شد. بهتر بور کنه وقتی که گروم بیام میگن صد کمیکات زیر میزنن. همون تانک در نگرفته اینا تانک حواله میدن دو کسا. در جنگ روسیه علیه اوکراین که ماه فوریه سال 2022 آغاز شد، زادگان یا شهروندان تاجیکستان با شیوه‌های مختلف جلب شدند. گروه سربازان و افسران هستند که در ارتش روسیه خدمت می‌کردند. گروه دوم مهاجران کاری بودند که با وعده شهروندی و پول کلان به جنگ جلب شدند. زندانیان تاجیک از جمله گروه سوم بود که در شرایط نامعلوم به جنگ برده شدند. مقامات تاجیک 100 موردی جلب محبوسان به جنگ را تصدیق کردند. ذوالفقار محیدینوف ساکن 27 ساله حصار از جمله آن زندانیان بود که در جنگ کشته شد. او را ماه ینور امسال در حصار دفن کردند. برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. جلب مهاجران یادی به جنگ اوکراین با شیوه‌های مختلف از معرکه دیگری مقامات روسیه بود. برخی با فریب سند را امضا گذاشتند و برخی از ناچاری راضی شدند به جنگ بروند. شریف جان تیلازاده 32 ساله از جمله مهاجران عادی بود که برای رفتن به جنگ جلب شد ولی زمان آمادگی او را به جاسوسی متهم کردند. سازمان‌های حامی مهاجران میگویند امسال شکایت از جلب مجبوری مهاجران به جنگ در قیاس به سال پیش کمتر بود ولی با شیوه‌های دیگر این دعوت دوام داشت. اگر این بار سربازگیری به جنگ آغاز شود که من فکر میکنم می شود باز هم افراد بی‌هامی مثل مهاجران و روسیگی ها از حساب اقلیت‌های ملی در این روی خط خواهند بود. تعدادی دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیشتر از 100 نفر آنها پس از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه‌ای شد.
اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. در شمال تاجیکستان از کارماندن کلانترین کارخانه استخراج و پاکسازی معدن صدها ساکن شهرک ادرسمان را به مشکل روزگارداری دچار کرده است. 10 سال باز فعال نبودن کارخانه 10 میلیون سومانی به بودجه دولت و جیب کارمندانش ضرر آورده است. اما مقامات برای از ورطه ویرانی برآوردن آن چه کارهایی میکند؟ فرزان محمدی درباره احوال کارخانه یک زمان معروف گزارش میدهد. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان در عهد شوروی تأسیس یافت و به پیدایش شهرک در حدود شهر گلستان قیراقم سابق قسمت شمالی ولایت سوخت زمینه گذاشت. از آن زمان ادرسمان را شهرک کوهکن‌ها میگویند و دلیلش همین که بزرگترین کان نقره در همین مکان جایگیر است. متل‌های گرانبها از جمله طلا و سرب در بغل کوه‌های قرمه و قرامزار همین منطقه نهفته‌اند. از سال 2006 تا سال 2013 کارخانه با شرکت‌های قزاقستانی کار می‌کرد. همگی اقتداری که با 100% نه 30-40% اقتداری کار می‌کردیم. زیاده از 700 نفر کارگران کار می‌کردند. با سبب‌های بحران اقتصادی، پسروی نرخ نقره در بازار جهانی، کارخانه در سال 1913 از کار ماند. کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کان منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استحصال میکرد. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. آگاهان میگویند بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در ورطه از همپاشی قرار گرفت. بناهای عظیم آن حالا یک نمای فرسوده را دارد و سیمای شهرک صنعتی زمان معروف را تیره کرده است. این حال نقب کنها و کارمندان آن را مایوس کرد و اکثریت اهالی شهرک را پریشان و سرگردان ساخت. راستی به کار میکنیم کنی که شخص کار کنده همینجا چی کنیم در خانه خودمون پیشی بچه گاچ شاخته ها کار میکرد، مثلا زباد فابریکه ها کار میکرد. اکن همیش کار نمیکند، چخیل که نیست، اکن همیش تکی میکل کرد. بچه ها برای وی همیش مهاجرنده، زندگی فرزنددار، آیله‌دار زندگی کردن در کار، همیش مهاجر بمیرد. ما پنسیونرها می خونه بمیشنیم ده خونه پایده. خیلی مورد دست اکن کارخانه خود دولتی است، واحد دولتی است. لیکن یک کمبود میگه که واحد دولتی باشد ما چندین مرتبه مکتوب کردیم برای با بودجه درآوردن، لیکن با بودجه ندارآوردن. معاش پوره گرفته نمیشود. 13 مهلتی کار نکردم به 10 سال باز. خیلی حساب ذخیره داخلی کم کم معاش داده ایستادیم، لیکن ذخیره داخلی هم آخر دارند، با آخر رسید. قبلا در حکومت شهر گلستان میگفتند که با مساعدت شرکت‌های صنعتی چین یا دیگر کشورهای همسود این کارگاه دوباره با اقتدار پیشتر فعال کرده خواهد شد. مسئولین اظهار میکنند که برای بازسازی آن حدود 100 میلیون دلار سرمایه لازم است. اهالی بیش از 16,000 نفری ادرسمان امیدوارند که مشکل فعالسازی کارگاه حل خواهد شد و مردم شهرک را مثل پیشتر با کار و شرایط خوب زندگانی فرا خواهد گرفت. امیدواری که همکنون 10 سال است در سطح امید و آرزو مانده است و عملی نمی شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهرک ادرسمان شهر گلستان. در برخی از کشورهای آسیای مرکزی زنان زیاد می شوند که آماده‌اند مادری سوراگاتی شوند، یعنی برای دیگران تولد کنند. آنها می گویند از این راه می خواهند هم یک عائله زار به فرزند را خوشبخت کنند و هم پول به دست آورده زندگی کودکان خود را بهتر نمایند. کیومر سیاتو گزارش می دهد. Я отношусь к этой работе очень ответственно. به نظیره 31 ساله از قرقیزستان پس از چند روزی عملیات بارداری خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است.
این عمل را او در یک بیمارخانه تبلیسی انجام داد. قرار است که بعد از 9 ماه دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او به یک جفت بیزوریاد از چین می دهد. میدونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت میگیرد، ولی با خواهش والدان و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آماده‌ام همکاری کنم. نظیره از بیشکک به گرجستان آمد تا مادر سروگاتی شود. او به تنهایی مسئولیت تأمین 3 فرزند را بر دوش دارد. در قرقیزستان زمین خرید و قرضدار شد. در شبکه‌های اجتماعی چشمش به اعلان درباره مادر سروگاتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امید دارد که برای تولد دوگانیک به او $20,000 می‌دهند. میدونید چطور است؟ میدونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیت حس میکنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک میرسونم. راستی گپ حالا یک احساس آمیخته دارم، ولی گفته میتونم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساس مادری ندارم. کوشش میکنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمایم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی میبخشم. مادر سروگاتی در گرجستان یک تجارتی رشد یافته است. اینجا برای این کار پولی کلان میدهند. فرمایشگران خارجی ها هستند. به گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان به چند عامل وابسته است، از جمله نظام ساده دریافت ویزا و جنگ در اوکراین. اول مادران سروگاتی برای انجام این عمل به کیوف می رفتند. در گرجستان ما چند پیش کار را سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سروگاتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما را حالا در گرجستان و ارمنستان قبول می کنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان طریق اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و اقلاً یک فرزند داشته باشد. اکثر مادران سروگاتی به دلیل وضع بد مالی به این کار راضی می شوند. معمولا آنها زنانی فرزند دارند، جای زیست و درآمد خوب ندارند. آماری رسمی درباره کودکانی که از مادر سروگاتی تولد شدند در قرقیزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی ماند و والدان بیولوژی هم باید در این باره لب نگشایند. در پایان برنامه یک خبر داریم از روسیه. ستاد انتخاباتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را ولادیمیر مشکوف، هنرپیشه شناخته ماریانا لیسینکا، سرطبیب شفاخانه رقم 52 در مسکو و ارتیوم ژاگا رئیس مجلس ولایت اشغالی دونیتسک رهبری می‌کنند. هر 3 نفر روز پنجشنبه 21 دکبر گفتند که خود ولادیمیر پوتین از آنها خواسته است که معرکه انتخاباتی او را رهبری کنند. ستاد از حالا کارش را در مسکو شروع کرده است و قرار است رهبران ستاد به منطقه های روسیه سفر کنند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری روسیه در سال 2018 ستاد انتخاباتی ولادیمیر پوتین را رهبری مرکز کودکان با استعداد، مدیر کارخانه ماشینسازی کاماز و رئیس اکادمیای علوم روسیه رهبری می‌کردند. ولادیمیر پوتین که بار 5 است در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند، باید برای ثبت نامزدیش در نکمتر از 40 منطقه روسیه 300,000 امضا جمع آورد. رایدهی در انتخابات روزهای 15 تا 17 مارس سال 2024 صورت می‌گیرد. با سپاس از شما بیننده های عزیز، برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، شبکه اینستاگرام و در گذشته توییتر، اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی در خدمت شما است. اگر خبر یا عکس و نواری دارید برای ما فرستید. تا ملاقات های دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.